بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه همراهان عزیز آموزشیاب. من حمیدرضا احمدی هستم و امروز توی اولین ویدیومون میخوایم نحوه رکورد کردن ویدیو رو با هم دیگه یاد بگیریم و در ادامه یاد بگیریم که فیلمی که تدوین میکنیم یا فیلمی که ضبط میکنیم رو توی لپتاپمون، توی دستگاهمون ذخیره کنیم و ازش خروجی داشته باشیم. خب اولین مرحله رکورد کردن. برای رکورد کردن ویدیو باید 2 کار انجام بدیم. ما میتونیم کلید ترکیبی کنترل به علاوه آر رو فشار بدیم یا اینکه در این قسمت از برنامه، در این نوار بالا رکورد رو کلیک کنیم و یه صفحه برای ما، یه پنجره برای ما باز میشه. وقتی که من این رکورد رو کلیک کردم یا کنترل آر رو فشار بدین، پنجره‌ای برای شما باز میشه که وقتی من الان دارم برای شما ویدیو ضبط میکنم این پنجره فرق میکنه. به خاطر این من یه اسکرین شات برای شما گرفتم که اون پنجره رو به شما توضیح بدم. خب وقتی که ما رکورد رو فشار میدیم، قبل از اینکه شروع به ضبط صدا کنیم، ضبط ویدیو کنیم، که پنجره‌ای به همین شکل برای ما باز میشه. در این قسمت، در این پنجره اول باید محیط فیلم برداریمون رو انتخاب کنیم. 2 گزینه اینجا وجود داره. اولی فول اسکرین و دومی کاستوم، یعنی اینکه به صورت انتخابی دستی میتونیم طول عرض رو بزنیم یا اینکه با این کادر سبز رنگی که میبینید، دورش خطچین سبز رنگی که هست، میتونیم کادرمون رو کوچیک یا بزرگ کنیم و فقط از اون کادر فیلم برداری کنیم. و این قسمت میتونیم از وبکم یا وبکم لپتاپ یا وبکمی که به کامپیوترمون وصله استفاده کنیم و با روشن کردن این گزینه میتونیم به طور همزمان وقتی که ما ویدیومون رو داریم ضبط میکنیم و آموزش میدیم از خودمون هم تصویری داشته باشیم برای درک بهتر. این قسمت هم که میبینید ضبط صدا هست و ما میتونیم صدامون رو ضبط کنیم که من الان صدام رو ضبط میکنم. این گزینه روشنه. این قسمت که میبینید، این نواری که میبینید برای میزان قدرت صداست که مثلا من الان دارم ضبط میکنم. توی اینجا میتونیم ببینیم که من وقتی که صحبت میکنم اینجا کم و زیاد میشه و من میتونم مثلا این نوار رو بکشم، این رو کم کنم، قدرت صدای من هم کم میشه و وقتی که من این رو زیاد میکنم قدرت صدای من هم بیشتر میشه. این گزینه دیلیت برای این که مثلا ما از ویدیویی که داریم ضبط میکنیم در حال ضبط کردن سیم منصرف شدیم و میخوایم پاکش کنیم و از دوباره ویدیو ضبط کنیم. این گزینه هم توقف کردن ضبط ویدیومون هست. ما میتونیم ویدیومون رو یه جایی متوقف کنیم و بازم بزنیم یه جایی ادامه بدیم ضبط کردنمون رو. و برای اینکه ضبط کردنمون رو پایان بدیم میتونیم از کلید F10 روی کیبوردمون استفاده کنیم یا اینکه از همینجا گزینه استاپ رو فشار بدیم، کلیک کنیم و ویدیومون به اتمام برسه. وقتی که ما استاپ رو فشار بدیم یا F10 رو روی کیبوردمون بزنیم، ویدیویی که ضبط کردیم به طور خودکار روی محیط برنامه کمتازیا وارد میشه و الان مثلا این ویدیویی که ما ضبط کردیم اومده و با هم دیگه میتونیم ببینیمش و تغییراتی که دوست داریم رو میتونیم روش انجام بدیم.
توی این قسمت از برنامه تغییرات که زیاد میتونیم انجام بدیم، ولی توی این قسمت از برنامه میخوایم فقط به یک نکتهش بپردازیم. ما میتونیم توی این نوار کنار برنامه‌مون این گزینه افکت ها رو انتخاب کنیم و بیایم موسمون رو که در حال حرکت، در حال آموزش، بخوایم به بیننده نشون بدیم که بهتر درک کنم. مثلا من این گزینه رو، این هایلایت رو میکشم، میارم تو قسمت تایملاینمون و روی ویدیو میندازم و میبینیم که اینجا موس من به حالت هایلایتی در اومده و بیننده میتونه بهتر درک کنه که موس من کجا حرکت میکنه. این گزینه لفت کلیک هست یا همون کلیک چپ. ما میتونیم از این افکت استفاده کنیم و به بیننده نشون بدیم که ما کلیک چپ میکنیم. وقتی که مثلا من کلیک چپ میکنم به حالت قرمز رنگ در بیاد. من این رو میکشم به اینجا میندازم و میبینیم که حالا مثلا من اینجاها کلیک کردم، مثلا اینجا دیدیم که من کلیک کردم، بله اینجا دید که قرمز رنگ یعنی اینکه کلیک کردم. یا همین قسمت کلیک راست، این قسمت از برنامه کلیک راست، افکت کلیک راست رو میاریم میندازیم روی ویدیومون و با کلیک راست کردن دایره زرد رو نشون میده که بیننده متوجه میشه که ما کلیک راست کردیم. حالا افکت های زیادی وجود داره و شما به سلیقه خودتون میتونید اینها رو انتخاب کنید. خب ضبط کردن ویدیوی ما به اتمام رسیده. حالا ما تغییراتی که دوست داشتیم رو انجام دادیم، میخوایم پروژمون رو سیو کنیم و از ویدیومون یه خروجی بگیریم. برای سیو کردن پروژمون میتونیم از این بالا نوار فایل رو فشار بدیم و سیو رو بزنیم، یا همون از کیبوردمون میتونیم کنترل اس رو فشار بدیم، کنترل اس اون رو فشار بدیم و میبینیم که اینجا میاد که ما بخوایم پروژمون رو سیو کنیم. سیو کردن پروژه به این معناست که همین محیط برنامه برای ما سیو میشه که ما بعدا بخوایم تغییرات روش انجام بدیم دیگه از نو نخواهیم به زحمت بیافتیم. خب مثلا من این پروژه رو توی دسکتاپ سیو میکنم. حالا نیاز به سیو کردن نیست و شما خواستین سیو کنین، سیو رو میزنین و پروژه‌تون سیو میشه. حالا من سیو میکنم که شما بخواید ببینید. سیو میکنم، اینجا اوکی رو میزنم و توی دسکتاپمون سیو میشه. و حالا اگه بخوایم خروجی بگیریم از ویدیومون، الان مثلا این ویدیو تموم شده، ما پروژه‌مون رو سیو کردیم و میخوایم ویدیومون رو خروجی بگیریم به صورت MP4، فرمت MP4. اینجا بهترین راه اینه که ما دو تا راه داریم. میتونیم همین گزینه اول رو لوکال فایل رو انتخاب کنیم یا اینکه کاستوم پروداکشن رو انتخاب کنیم. من ترجیح میدم که کاستوم پروداکشن رو انتخاب کنم. وقتی که کاستوم پروداکشن رو انتخاب میکنیم باید نیو کاستوم پروداکشن رو بزنیم. این پنجره برای ما باز میشه. ترجیحاً ما باید همین فرمت اول رو انتخاب کنیم، MP4 Smart Player. فرمت های دیگه مثلا فقط میتونه گیف باشه، میتونه فقط ویدیو باشه، فقط میتونه صدا باشه. ما اولی رو Smart Player رو MP4 انتخاب میکنیم، گزینه Next رو میزنیم. در این قسمت میتونیم تغییراتی که دوست داریم رو انجام بدیم، سایز مثلا ویدیومون رو یا صدامون رو
تغییراتی که روی ویدیو میخوایم انجام بدیم، کیفیتش رو، همچنین کیفیت صدا که ما ترجیحاً دست نمیزنیم بهش و رو همون گزینه‌هایی که هست به صورت پیش‌فرض قرارش میدیم و نیازی نیست که دست بزنیم به تغییراتش. نکست رو انتخاب میکنیم و بازم نکست رو میزنیم. اینجا میایم اسم فایلی که میخوایم ذخیره کنیم رو میزنیم که ما حالا به صورت پیش‌فرض اسمی انتخاب نمی کنیم و اینجا میتونیم محل سیو کردن فیلممون رو انتخاب کنیم که من تو همون دسکتاپ گذاشتم. شما میتونید تغییرش بدید و هر جور که خودتون صلاح میدونید. فینیش رو وقتی که فینیش رو بزنیم ویدیوی ما در حال سیو کردن است. وقتی که این سیو میشه به 100 برسه ویدیو ما از ویدیومون خروجی گرفتیم و کامل شده. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. منتظر شما هستیم و فایل های بعدی و ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.